در مراسم آنپکت 2023 که گفتم با حضور جمعیت بسیار زیادی در این مراسم که شرکت کردن، با کلی وقت کرونا و دردسرها و اینایی که بودش، از 3 محصول پرچمدار و جذاب سری S23 رونمایی کردش. البته قبل این رویداد طراحی گوشی تا حدودی لو رفته بودش. این طراحی که دارم میگم لو رفته بود، نمیدونم توی مغازه‌ای بودش یا اصلا آنباکسش کرده بودش. مراسمش آنباکس کرده بود این گوشی رو و دیده بودم تو، فکر کنم یکی از ویدیوی اهرونیازی هم باشه و خیلی هم نسبت به سال قبل تغییرات خیلی زیادی نداشته. چرا این تغییرات زیادی نداشته؟ طبیعیه دیگه، بالاخره دیگه ایده خلاقانه‌ای که برای یک طراحی گوشی بخوام بدن دیگه ته کشیده یه جورایی. در کنار این رونمایی که انجام شده، چند تا لپتاپ خفن هم از اکوسیستم سامسونگ معرفی شده که میتونه برای افرادی که با برند سامسونگ و کلا اکوسیستمش خیلی حال میکنن محصول کاربردی و جذابی باشه. البته نباید شباهت زیاد این لپتاپ‌ها رو با لپتاپ‌های مکبوک اپل در نظر گرفتیش. با من توی این مراسم که یه گزارش کوتاهی براتون تهیه دیدم همراه باشید. امسال هم گوشی جدید سری S23 با همون نامگذاری قبلیش رونمایی شده، S23، S23 پلاس و S23 اولترا. باز هم همون روش‌های قبلی ازش قطعا نامگذاری شده و نسخه اولترا اومده توش قلم جایگزین شده. تو نسخه اولترا که قلم ما داریم دیگه باید واقعا دیگه خیلی میگن نباید خدافظی کرد، ولی من میگم باید خدافظی کنیم با سری نوت سامسونگ و خدافظ سری نوت سامسونگ. چیز دیگه هم در موردش ما نمیدونیم. در کنار تغییراتی که قطعا توی ظاهرش داشتیم که یه ذره خوشگل‌تر شده، تغییرات خیلی زیادی هم توی پرزندش داشتیم و به خصوص توی دوربین که روی دوربینش سامسونگ خیلی مانور داده. دوربین 200 مگاپیکسلیه توی نسخه اولترا گلکسی S23 داریم میبینیم که خیلی مانور داره سامسونگ تو مراسمش میده و خیلی تغییرات و بهبودی زیادی داشته. بیاید از یه ذره قبل تر شروع کنیم، یعنی S23 کوچولوی قدرتمند، ارزون ترین گوشی سری S سامسونگ که البته شاید این نباشد، یعنی شاید S23 FE معرفی بشه و ارزون تر از این باشه، ولی همکنون ارزون ترین گوشی سری S جدیدترینش S23 کوچولوی قدرتمند از پایه قیمت $799 شروع میشه و هم تو قیمتاش با توجه به حجمی که حالا میگیره میره بالا و خیلی اندازه کوچیک و مینیمال خوشگلی داره. در کنار پرزنده خیلی جدیدتر که نیه سال جدیدتر و بدنه خیلی محکمتر و مقاومتر، همون قیمت پارسال داره میره. تو ایران که بعید میدونم چین گوشتی اصلا بیاد، با توجه به چیزایی که شنیدیم و داریم میشنویم قیمت گوشی اصلا بیادم که کسی نمیتونه بخره. البته یه نمیخرن ولی بعیده. قبلا تو سری S22 ها میدیدیم که یه برآمدگی فلزی اومده بود روی دوربینا رو پوشونده بود از پشت گوشی، ولی الان میبینیم این اتفاق نیفتاده و دوربینا خودشون یه لنز خوشگل دارن با دور آلومینیومی خیلی توپل و خوشگل و بدنه گوشی هم کمی تخت‌تر و خوش دست‌تر شده. دیگه باید خداحافظی کنیم با بدنه‌های کرو، یا اصلا خیلی هم مشکل بود، یعنی گوشی رو دستتون میگرفتید خیلی سخت بود که با بدنه کرو بخواید کار کنید و یا مثلا بتونیم یه دونه برنامه رو بخوایم واسه یه اتفاق دیگه بیفته. من نسخه امسال هم با 4 تا رنگ عرضه میشه، 4 تا رنگی که اسمش از اینجا بخونیم: پانتوم بلک، کریم گرین، لاوندر. رنگای خوشگلیه. من همیشه رنگای مثلا اسپیس گری و اینا رو خیلی دوست دارم. علاوه بر نسخه های 128 و 256 گیگابایتی، نسخه 512 گیگی هم به نسخه پایه S23 اضافه شده که از نوع USF 4 که نوع USF 4 نسبت به USF 3 خیلی بهبودی بیشتری داشته. مثلا یکی از بهبودی USF 4 به 3.1 مثلا 3.5 هم فکر کنم داشتیم، نمیدونم بوده. این بوده که ما میتونیم توی USF 4 همزمان که یک چیزی رو کپی میکنیم همزمان همون موقع یک چیزی رو هم برداریم از توش. این اتفاق توی USF 3 نمیافتاد، یعنی فقط یه چیزی رو کپی میکردی، فقط داشتی همون رو کپی میکردی، نمیتونستی همزمان یه چیزی هم از توش برداری. ولی الان میتونی. توی بخش دوربینم خیلی تغییرات خاصی تو سری S23 اتفاق نیافتاده، ولی بلافاصله برزنده
خیلی قدرتمند اسنپدراگون 8 نسل 2. تغییراتی توی بخش پردازش و هوش مصنوعی اتفاق افتاده و عکس‌ها بهتر و خفن‌تر ثبت میشن. صفحه نمایش هم تغییری به خودش ندیده، همون داینامیک امولید تویکس هستش و نمایشگرش 6.1 اینچی که یه ذره کوچیکه به نسبت اولترا اگه بخوایم در نظر بگیریمش و نرخ بروزرسانی 120 هرتزی. با اینکه اندازه گوشی خیلی تغییر خاصی نکرده، اما یه باتری با ظرفیت 3900 میلی آمپر تو این گوشی گنجانده شده و احتمالاً نسبت به نسل قبل شارژدهی بهتری داره. خیلی میگن آقا من یه گوشی سری A خریدم باتریش 7000 5000 این باتریش 3900 چجوری باتریش میگید قوی تر از اینه؟ چجوری میگم آقا پردازنده هر چقدر بهتر باشه باتری بهینه تر قطعاً مصرف میشه و چون پردازنده اسنپدراگون 8 نسل 2 اصلا یه پردازنده قول پیکر. اینم بهتون بگم که توی سریای S8 سامسونگ سال 2023 خبری دیگه از اکزینوس نیست. خیلی خفنه، خیلی قدرتمندتره، خنک کننده خیلی بهتری داره، گوشی کمتر تو و خنک کننده خیلی قوی تری داره و بگم خفن داره. همه اینم میدونید و احتمالاً شارژدهی و بازدهی بهتری نسبت به نسل قبلیش داره. همه اینا خاطر چیه؟ اسنپدراگون. یا آب بخوریم. اما بریم سراغ S23 پلاس. S23 پلاس، S23 رو گفتم کوچولوی قدرتمند، اما S23 پلاس رو میگم گوشی بزرگ دستان. من گوشی بزرگ رو ترجیح میدم به گوشی کوچیک. مثلا البته همین ترجیح میدن، اگه ترجیح نمیدادن آیفون سریای مینی خودش رو از بازار حذف نمیکرد بیاد آیفون 13 و بکنتش آیفون 14. آیفون 13 مینی و دیگه آیفون 14 کرد و پلاس دادش به جای مینی و خب دید اصلا فروش نمیره همچین گوشی کوچیکی. قدرتمنده، سخت افزار خیلی خفنی داره، حتی اس‌ای اپل هم میبینیم که خیلی فروش نمیره، در این حال پلاساش مثلا خیلی فروش میره. توی آیفون 14 ها پلاس مثلا خیلی، به خاطر اینه که گوشی کوچیک معمولا طرفدارای کمتری داره. اما این گوشی S23 پلاس میتونه برای کسایی که گوشی کوچیک دوست ندارن مفیدتر باشه. S23 پلاس اندازه 6.6 اینچی داره و با قیمت پایه $999 به فروش میرسه که هم حدودی بین در واقع سری اولترا سامسونگ سری قبلش یعنی S22 اولترا و S22 پلاس باشه. قیمتش حدود بین اینه، یه ذره افزایش قیمت داشته. این گوشی اگه نگاه کنید یاد A32 میافتید. خیلی این گوشی شبیه A32 سامسونگ، یعنی گنز سامسونگ با طراحیش. یعنی یکی اینو ببینه الان تو دستش میگه آقا این گوشی پرچمدار داره، A32 تو دستشه، چیه خدایی. اما قطعا نباید از صفحه نمایش داینامیک امولید تویکسش بگذاریم که یک صفحه نمایش فوق العاده خفنه. گوشی هم از پردازنده خیلی قدرتمند کوالکام 8 نسل 2 استفاده میکنه. اما این گوشی به خاطر اینکه ابعاد بزرگتری داره تونستن باتری بزرگتری رو تو اون قرار بدن و باتری با قدرت با ظرفیت 4700 میلی آمپر ساعت تو این گوشی گنجانده شده و میتونید لذت از یک باتری قدرتمند رو ببرید. این گوشی برخلاف تصور خیلی که فکر میکنن باید یه آداپتور 120 وات 240 وات این شیائومی ها داشته باشه، از یه آداپتور خیلی کوچیک 45 واتی استفاده میکنید که البته نیازتون رو رفع میکنه. بهتره یه مدت از گوشی استفاده نکنید و بذارید بنده خدا شارژ بشه. این گوشی هم از بیس پایه 256 شروع میشه که گفته بودم 128 اشتباه کردم و 256 هولوش $999 و هم تو قیمتا میره بالا با 8 گیگ رم. اما سامسونگ S23 اولترا خفن ترین گوشی سامسونگ آیا میتواند همچین نامی رو براش نامگذاری کنیم؟ پرچمدار قدرتمند $1200 سامسونگ از لحاظ ظاهری کمترین تغییر ممکن رو داشته. کمی فریم فلزی دور سنسورها بیشتر شده و فریم هم مقداری تختر شده تا در استفاده طولانی مدت ازش خسته نشید. حدود 6 گرم هم سنگین تر شده. یه قلم اسپن خیلی خوشگلم با قابلیت‌های بسیار ویژه تو این گوشی هستش که میتونید لذتش رو ببرید که نرخ تأخیر بروزرسانی این قلم 2.8 میلی ثانیه است. خیلی انگار واقعا داری روی کاغذ می‌نویسی. باز هم خیلی راحت مثل یک تبلت کوچیک از این گوشی میتونید استفاده کنید. صفحه این گوشی هم
6 و 8 اینچ هستش که خیلی صفحه بزرگی هستش. اصلا برای یک کار کردن با قلم مناسبه. گفتم یه تبلت خیلی خوبی هستش تقریبا برای کار کردن، ولی اون حس خیلی عجیبی که از تبلت میگیرید قطعا بهتون نمیده. این صفحه نمایش هم این دو سری قبلی گفتم S23 و S23 پلاس هم از یکی از بهترین صفحه نمایشگرها استفاده میکنه و از اسنپدراگون 8 نسل 2 که گفتم استفاده میکنه. این هم از اون دو تا دیگه دقیق نیست و چیزی به نام اگزینوس خبری نیست. شاید بهترین اگزینوس ها رو دیگه بیارن رو سری A50 مثلا 55 یا روی این گوشی‌های خیلی خفن و پرفروشه. شاید اگزینوس‌های خیلی خفن رو بیاره، ولی دیدن که خیلی خواهان برای اسنپدراگون بیشتره دیگه حذفش کرده رسما. نسخه 128 هم کلا از گوشی‌های سری S23 های اولترا حذف شده. از بعد دیگه 128 گیگ اصلا نمیتونید بخرید. حالا گوشی من خوبه 64 گیگه، اینا 128 رو برای اون دارن حذف میکنن. و یه نکته خیلی مهمی هم که هستش، طبیعی هم از ما میایم 128 حذف کنیم وقتی میتونه این گوشی 8K 30 فریم بر ثانیه بگیره با یه حجیم. واسه چی باید بیاد همچین گوشی رو طراحی کنه که 128 گیگ داشته باشه؟ بشینه یارو یه ساعت فیلم بگیره، یه ساعت حجم گوشیش پر میشه دیگه. و این گوشی از نسخه 1 ترابایتی این گوشی آیفون 13 پرو مکس استفاده میکنه با رم 8 و 12 گیگ. این گوشی نسبت به گوشی پارسالش از نظر بازی خیلی تفاوت ویژه‌ای نداشته، ولی قطعا بازی بیشتری باید داشته باشیم، در انتظارمون باید باشه، به خاطر اینکه پرزنده قوی تر شده و بهینه‌سازی‌هایی توی نرم افزارش قطعا انجام شده و این باعث میشه که خب باتری بهینه‌تر مصرف بشه و بازدهی بیشتری رو به ما ارائه بده. تو گوشی سری قبلی از دوربین 108 مگاپیکسلی استفاده می‌شد و سامسونگ اومد روی این قضیه خیلی مانور داد که ما یک دوربین خیلی خفنی رو داریم می‌سازیم که دوربینمون 200 مگاپیکسله که بابت همین قضیه میاد شرکت اپل رو مسخره می‌کنه. میگه شما تازه اومدی 48 مگاپیکسل رو توی آیفون 14 آوردی و ما 4 سال پیش مثلا دوربین 108 مگاپیکسلی داشتیم، شما خیلی عقبی. اما اینطوری نیستش. دقیقاً هرچی عدد بالاتر باشه کیفیت بهتر نیستش. قطعاً اینطوری نیست. یک بار تبلیغاتی بیش نیست که آقا من میتونم 200 مگاپیکسل بدم، میتونم 108 مگاپیکسل. و یه نکته یادتون بگی وقتی عکس 200 مگاپیکسلی میگیرید حجم عکساتون بسیار میره بالا. جالبه بدونید دوربین سلفی هم پسرفت داشته توی عدد. فقط خود سامسونگ میاد اپل رو بابت عددش مسخره میکنه، میگه شما 48 تا میده، بعد خودش تو دوربین سلفیش میاد عدد پیکسلش رو کم میکنه 12 مگاپیکسل، بعد میگه کیفیتش هم تازه بهتر شده. ما نمیفهمیم آقای سامسونگ داری چیکار میکنی، اما قطعا کیفیت بهتری به شما ارائه میده با توجه به هوش مصنوعی که در سخت افزارش به کار رفته. در مجموع گوشی گلکسی S23 برای چه کسایی خوبه؟ برای منی که تا حالا سری S نداشتم و میخوام تا سری S بخرم، یا برای افرادی که دوست دارن کلا گوشی بازن و گوشی نو داشته باشن و گوشی خفن داشته باشن. برای کسایی که سری S22 رو دارن یا مثلا S21 اولترا داره دیگه خدا وکیلی لازم نیست بری کلی پول بدی عوض کنی، یا حتی پولش هم داشته باشی حتی نمیارزه بری گوشی رو عوض کنی و S23 اولترا رو خریداری کنید اگر واقعا تازه میخواید